سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و نفرایی که در شبکه یوتیوب یعنی که در کانال حق تجی ما رو تماشا میکنند تشکر زیاد به شما میگم و من یک چند خطاب دارم به رژیم دیکتاتوری رحمانوف. یعنی که خطاب من این است: تا کی سایت بندی رو بس میکنید؟ یعنی که شما سایت رو میبندید، سایت های شبکه اینترنتی رو میبندید و مطمئن باشید که در را برای ما بسته کردید. ما با تیریزا حتما داخل میشیم و صدای خود را به مردم میرسونیم. و مستقیما باز هم خطاب میکنم به کمیته امنیت، به خود رئیس کمیته امنیت یعنی سیمومین یتیموف و این سایتبندی های شما دیگر شما را به دردتون نمیخورند. و تا به کی سایتبندی؟ گرچند که سایت میبنده با ما میتوانیم که دیگر سایت ها را بگشاییم و با مردم صحبت کنیم. و امروز یک ضعیفی شما را نشان میدهد که شما نمیتوانید که در داخل ما، در روبروی ما مبارزه خود را یعنی که مستقیما برید و در پس پرده ها پنهان میشید. نمیدونم با سایت های زنانه یا که با سایت های نام های مستعار به ضد ما دشنام و تحقیر ها میکنید. و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.